دوستان باز هم ادامه برنامه و گفتم میتونیم که یک جوان نابغه را با خود داریم. خواهش میکنم. از سفرهای خارجی گفتین، کدام یک براتون بیشتر جالب بوده؟ خب ما اولین سفر خود یافت کردیم در تقریبا 87 کشور از کشورهای مختلف دنیا سفر کردیم. در چهار قاره دنیا، یک استرالیا سفر نکردیم. یک استرالیا باقی مونده که در امی بار بخاطر سال 2015 پروگرام داره که استرالیا بخاطر میرم و بیش از 180 یا 185 شهرهای بزرگ دنیا را سفر کردیم. جالب ترینش که برای ما بود افریقا بود، چون ما شما همیشه شنیده بودیم که افریقا یک جنگل است و مثلا کدام شیوه زندگی باشه مثلا. اولین بار که افریقا رفتم یک تصویر دیگه به ما بود که افریقایی ها چی رقم باشن، چطور مردم باشن. باز که رفتم واقعا چیزی که کاملا متفاوت بود از دیدگاه ما، چیزی که من فکر می‌کردم. و جالبی بود که در بین تمام چاپ‌پست‌ها یک سفید پوست ما که داخل میشن، از دور بسیار دور معلوم میشه که یک سفید پوست در بین چاپ‌پست‌ها مثلا واضح دیده میشه. بله، و من تا مردم بسیار در خود سنگال و کشورهای دیگر که من سفر کردم، بخصوص سنگال یک کشور است که 200 سال در فرانسه وجود داره، کشور بسیار توانمند داره به فکری و مسائل و جالب بود. و بعدش که از سفرام یا نقطه ما و حساب تحقیق و کار و رنج بسیار بزرگ هم می‌بردم که چرا کشور ما افغانستان رشد و ترقی کشورهای دیگه کردن و امروز در یک فضای کاملا صلح و ثبات زندگی میکنن و ما چون نیستیم. و بسیار سفر بسیار جالب بود که چند روز پیش با رئیس جمهوری سنگال ملاقات داشتم و بسیار جالب بود که یک سرباز در دروازه بود و ما را تلاشام نکرد و فقط ما را اجازه داد و این مقایسه با کشورم که البته شرایط آدم نمیتونه مقایسه کنه. بسیار رنج بردیم که ببینید کشور ما چقدر مصارف گزاف بالای مسائل امنیتی و مصرف می‌دونید که در این ما یک رئیس جمهور با تعداد از 7 وزیر صاحباشون و نخست وزیرشان و وزیر تحصیلاتشون که حضور داشتن، ما با 10 تن از همکارای ما رفتیم و سفر کردیم و هم خوش شدیم که خداوند شکرگزار میگیم که در افغان مهاجر به این سطح رسیده که با رئیس یک جمهور یک کشور رسما ملاقات میکنه و به صفت یک افغان البته صحبت میکنیم و خفا میشیم که در کشور ما در کدام شرایط در فقر و بیچارگی و بی‌ثباتی و جنگ و مشکلات داریم. دیگه آموختن از کشورهای مختلف سبب از که ذخیره کردیم بعد مسائلش که در بدین مذهب ما شما ضرر نمیرسونه در افغانستان استفاده میبریم و امیدوار هستیم که امروز هم کشور ما شما در این قطار کشورهای باثبات و ثبات قرار بگیره. زنده و سلامت باشین. شخص خیلی مصروف هستین، چقدر وقتتون را صرف فامیل میکنید؟ خب خود وقت تعلق به شما میگه که شما وقت منیج میکنید یا وقت شما را اداره میکنه. ما فضل خدا کمک غلبه کردیم سر وقت ما اداره میکنیم یا منیج میکنیم. وقت بخصوص کسایی که بسیار مصروف است باید وقت خود بسیار تنظیم و منظم بکنه که بتونه برای همگی وقت داشته باشه و استفاده عمیق از وقت خود بکنه، چون تعریف وقت برای ما زندگی است. یک بار که رفت بالا باز نمیاد و فضل خدا ما برای همگی وقتش تعیین کردیم و ماندار موثریتیم که در کجا موثر تمام میشه یا با خانواده موثر تمام میشه، با در کشور افغانستان موثر تمام میشه یا در دفترم به مو حساب دیزاین کردیم، آماده ساختیم و استفاده میگیریم. فضل خدا همگی خوشحال هستند از فعالیتیم و از وقتی که برشون زنده باشید. و بیشتر غذا را در بیرون مشتر میکنید ما در خانه؟ متاسفانه یک مشکل است که وزنم که عزیز دادیم از خاطر زمین است که ما در خانه آن کم میخوریم، به خاطر که همیشه من سفر هستم و صبح هم دفتر میریم و یک دوست مرا به نام استاد پروازی نام مامانک چون سفر یا میکنیم. متاسفانه وقت غذا کم در خانه است، یک شب است و ما شما مسلمانان همین غذای شب از زیافتر و قرار میتیم زیافتر از استفاده میکنیم. شبانه معمولا غذا در خانه است که در بین روز است. منتها از بین روز در بیرون است و در اوایل آخر باز یک تغییرات در خانواده آمده که خانم تصمیم میگیره که در چاشت خانه در دفتر ما بر خودم غذا میارم که فضل خدا حال چاشت شب غذایش از خانه شده. خیلی خوب، خانم مهربان دارین. و کشورهای خارجی رو هم رفتین دیدین، غذای اونجا را دوست دارین اینجا؟ خب مولدار غذای افغانی. غذای افغانی یکی از غذای بهترین غذا هستند. خب همه غذاها بهترین است، اما چون ما در خون و رگ و مغز و فکر و گوش ما پلو افغانی ما شماست، غذای افغانی ما شماست. بلا بنان وجود ما مختبایی غذا، گرچه که من با غذاهای مختلف ایتالیایی و امریکایی همه چیز آشنایی هم دارم، اما غذای افغانی ما شما چون آموخته هستیم ما از یافتن ازش لذت میبرم. خیلی خوب. از غذای خارجی کدامش پخته میکنید؟ پخته؟ نه پخته هیچ، ما بدون از سالات هیچ زیاد ندارم دیگه. نه آشپزی صفر، هیچ وقت آشپزی نکردیم متاسفانه. بعدش که عمرو به سفر کردیم
معمولا بسیار که مجبور باشم باز یک سلاطه با ماست جور میکنم با نان خشک میخورم. هیچ نوع غذا را نمیتونم بسازم. غذای سبک و ساده. فقط یک سلاطه بس، دیگه چیزی ندارم که معمولا بسازم. کشورها را سفر کردین، چند ولایت گشتین؟ خب تقریبا اون شهرهای بزرگشون که بیش از 180 185 شهرهای بزرگش هم رفتیم سفر کردیم. در ولایت افغانستان سفر کردیم. افغانستان هرات رفتیم، جلال آباد رفتیم، مزار در زمان طفولیت رفتیم و مزار و بسیارش قلاقیم است که در وقت مزار رفتیم یک بار و بسیار آرزو دارم که یک بار بامیان برم. از طفولیت بامیان بسیار دوست دارم، به نهایت دوست دارم بامیان. میخوام یک بار بامیان برم، زمین مسائل نشه. طبیعت خیلی زیبا داره. نرفتیم تو یک پیشما یک تصویری بسیار خوب در نایف و چرا از طفولیت البته و تصمیم دارم که بخیر در این بار با خانواده یک سفر به بامیان بخیر میریم اگر رضای خدا باشه. و پلان‌های بعدی چی است؟ خب پلان‌های بعدی چرا پلان‌های بعدی تا سال 2000 حتما پلان‌های تا سال 2025 پلان‌های همشون کاغذ هستن. خب چون من تدریس میکنم، پلنینگ و لیدرشپ تدریس میکنم که میتونه در بخش مسائل اقتصادی باشه و سیاسی باشه، عرصه‌های مختلف است. امیدوارم که بتونه فرصت زمینه مسائل باشه که ما بتونیم همچنان در این مسائل سهم بگیریم و بتونیم ذخایر و تجارب که ذخیره کردیم و ذخایر که از کشورهای مختلف و شهرهای بزرگ دنیا بتونیم به افغانستان عزیز استفاده ببریم تا بتونیم همچنان مثل کشورهای دیگر افتخارات بزرگی داشته باشیم به مردم خود، به ملت خود، به خانواده خود. زنده و سلامت باشین و وقت برنامه خیلی محدود است. میخوایم آخرین حرفای شما را که در هیچ برنامه نگفتین در این برنامه بگید. خب ما قدر صحبت در میدیا نمیکنم چون وقت ندارم. منتها چیزی که میخوایم بگویم برای افغانستان، میخوایم به کشورم بگویم که در هیچ جای ما نگفتیم، یک واژه نو است، جدید است. میخوایم که بگویم برای مردم، برای ملت ما که من افغانستان خود دوست دارم، افغانستان باید مرا دوست داشته، ما برای افغانستان مهم باشم، افغانستان برای ما باید مهم باشه. و برنامه زیبای شما تبریک میگم و موفق باشید شما. خدا شما جوانان را و مردم ما را، ملت ما را توانمندی بده تا بتونن مثل سایر کشورهای دیگر متفاوت بیندیشیم و ابتکارات و نوآوری در تمام عرصه زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی خود داشته باشیم تا مثل جامعه دیگر، کشورهای دیگر، همسایه ها و جهان ما هم افتخارات عظیم در عرصه های مختلف سپورت باشه و سیاست باشه و اقتصاد باشه داشته باشیم و این سبب کشور ما میشه. یک جان شما، تشکر از دعوت شما. سپاس از شما و ما هم براتون موفقیت هرچی بیشتر می‌خوایم، از این بیشتر. واقعا افتخار ما هستین، افتخار افغانستان هستین، افتخار همه مردم هستین و سپاس از اینکه در برنامه ما قدم ماندین. صحبت‌های بسیار شیرین داشتیم با شما. بیننده‌های عزیز سپاس از شما همچنان که تا این لحظات ما را همراهی کردین و در جریان برنامه هم چای سلام نکردم تا چایتون بگیریم. بیننده‌های عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار.